نمیخوام دیگه استریم کنم، تموم شد دیگه. به انم کس ننت مادر جنده خار کسه، کیرم تو کس ننه مادر جندت، کس ننه تو با اون پرفورس و پلنگ مادر قبه. Get the fuck out of here. کسکش مادر جنده، به اون کس ننه جندت خندیدی. هلپ خبر می تو رو جان مادر خبر می هلپ 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 جواب داد. اوه مای گاد مادر فاکر منو میزدی. بیا 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 مادر فاکر قهوه. در نهایت ناباوری به خاطر تمرین زیادی که داشتم 20 سانته داداش، 20 سانته کیر من 20 سانته در راسترین حالت ممکنش 20 سانته. خب قبول کنید یه همچین چیزی وقتی یه همچین چیزی 2 دقیقه پیش گوش دادم تصویرشو ول کنید منو ببینید. قبول کنی که این صدا و این متن و این آهنگ و این دیریلی که الان داریم گوش میدیم که تصویر نداره اصلا برام مثل یه نویز میمونه، مثل این میمونه که فقط دیرو داره من میخوام برم بیرون بیام برم و بکشم همتون رو بدید و منم که خیلی خفنم و میکشم تو. الان من بیام از روی این بخونم انگار دارم دیریل میخونم. نوشابه یه گاز داره با طعم پرتقالی محتوای شربت فرو گازتو بگیره دهنتو ببنده طبیعی پرتقال اسید سیتریک مالیک. آهنگ داداش یه چیزی بخون که لذت ببریم. اگرم میخوای گنگ بخونی خفنی بزنی بکنی بکشی با کسی هم حالم نمیکنی اونی نشونو بده که خودت حال میکنی و بیاید بخوایم با هم ببینیم یه ذره کل سکسیو. وایسید یه ذره با هم دیگه جر بخوریم بخنده. خب چنل یوتیوبت که بوسپوس قندی شد و یا گوزگوز قندی شد. گوزگوز قندی شما که پیپل و میپل همه چیت فیکه. منی که اینجام نمیتونی کارو واسه من کنی. من واقعا از این کارا بدم میاد نمیخواستم چی کنم ولی موتور کسکشی قطار رو روشن کردم. الان یکی از کسکشترین آدمای موجود در کامیونیتی یه جورای خودمم. کسکس قندی شد چنلت چی شد؟ تویچت هم بخوام با یه بشکن نگاه سر همون گویی که خوردی گفتی که من چی کردم و یه جور چیزا. ایناست که آقا شیشه بچه آقا معیار امروز داریم برای اولین بار بعد 8 سال از زندان اومد پیش خانواده‌اش. دختر 3 ساله‌شو که دید ناراحت شد. آخه 8 سال زندان بوده دختر 3 سال. بگم زندانی زوده. سلام سلام و کیر خرده برو تو دیگه. سلام آها مرده نه به کسی آویزون شدم نه کسی بالا رفتم نه کسی من آورده بالا. هر کاری کردم هر گوی خوردم سولو کردم. اگه یا آقا من رید و هستم من بستم. من 1 سال رید و هستم و بستم. بابا کون لق قغنوس. آقا اسم اون کسکش خروس جلو من نیار. اصلا من اونو آدم جزو آدمیزاد حساب نمی کنم. چون خودم پاره کردم. این وضعیت بعد از 1 سال و نیم این وضعیت منه. نمیخوام دیگه استریم کنم، تموم شد دیگه. به انم کس ننت مادر جنده خار کسه، کیرم تو کس ننه مادر جندت، کس ننه تو با اون پرفورس و پلنگ مادر قبه. Get the fuck out of here. کسکش مادر جنده،
به اون کس ننه جندت خندیدی. کسکش اول و آخرتو گاییدم. فن هر خار کسه ای هستی گم شو برو بیرون از چت من. کسکش مادر جنده. کسکش کس ننت. ققنوس اسم انتخاب کرد برای خودش. بابا حاجی کسکش ققنوس حرمت داره. ققنوس یه پرنده افسانه‌ایه. آخه کیره اون پرنده افسانه‌ای تو کون اول و آخرت؟ چرا اسمو خراب میکنی؟ کیرم دهنت. به من بگید ققی. بگرم پارساده گرفتیم بودم چی بگم. اینقدر خوب شده؟ چرا صداش داره میسوزه؟ اول بریم برق اوکی کنیم آجی. گفت تو این گیم بره خدا. مثلا همینجوری عکس گرفتم و من مثلا جلومو ببینم دیگه. خدا وکیلی بلم کن. بیا بینی چرا منو فلشی کنی؟ واقعا حال میکنی منو بزنن؟ اصلا من نیستم بابا. چرا میکشه؟ بینی چه صحنه یه دارم میبینم؟ وای بابا نزن دیگه بده رد شم. بچه قاطی کرده نمیبینه من. وای اوه وای اوه آی وای نه تموم کن دیگه این بازی کثیفا. تموم شد. Here's the target for air. We're taking fire. Strike inbound. در دیگه باید حتما وایب شی. باید بری شل کن. تامسا بری. اونجا خیلی آدم پشتش دارن یه اسکوپ پشتش. بعد تو بزن. اوکی. آبی خور. سرفنت داره. کسشر اگه تصویر داشت.